دنیل گرا بخواد توپو نگه داره. تیوی بی فاما آلیشا ارسال توپ به تیر دو، موقعیت هست برای پرسپولیس. این ضربه پای چپ، ارسال توپ از مهدی گودرزی با کات داخل پا، موقعیت هست برای تیم آلیشا. ارسال او مقابل دروازه و ضربه حمله‌گری با بیرون پا برای سروش رفی. ارسال توپ علیپور، این ضربه روپ، پاس محکم سرگیف علیپور، ضربه بغل پای مهدی گودرزی. ارسال کات داره دیگه، ضربه پای چپی که اونجا عالی میزنه کن، وارد محوطه جریمه میشه، میاره تو عرض، میخواد شوت بزنه، ضربه ای که میزنه. ارسال توپ کاتدار مقابل دروازه میکنه، ضربش رو هم میزنه به سمت دروازه، ضربه محکم و خوبی بود. حرکت میکنه، ضربه رو میزنه، پسندیده، پاس بلند، یه استارتو زده عارف قزل، میاد داخل محوطه جریمه. محمودی صاحب توپ میشه داخل محوطه جریمه. محمودی ارسال بریده به مقابل دروازه، این ضربه سر. ارسال توپ کاتدار مقابل دروازه، حسین پورامیدی.